سلام به دوستای خوب و همسفرهای همیشگی موشکاف. شنبه شبه و طبق معمول میریم سراغ جمعه بازار ولایت که این بار به جای جمعه بازار وحشت بازار بود. دلهوره بازار بود. دلهوره که میگم نه هر دلهوره ای، دلهوره از نوع پسابرجام، اونم از زبون خرچنگ کف کرده نظام. مطلب دوم آن است که به حمدالله اعلام شد که نیروی انتظامی اقدام خوبی در راستای وظایفشون شروع کردند. اعلام کردند که با ماشین‌هایی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند متعرض نوامیس میشند، تو ماشین کشف حجاب میکنند، برخورد میشه با اینها. لرزش ژله‌بار این خرچنگ تایر به سر رو ملاحظه میکنید؟ اقتدارش خیلی تماشاییه. یه آلودگی صوتی و یه کشف حجاب، اونم تو ماشین، ارکان نظامشون رو به خطر میندازه. تازه این که چیزی نیست، اصل قضیه اونجاست که بوی زهر میزنه بالا و خطبه خرچنگ خط خطی میکنه. ما هم به سهم خودمون هر گامی که در مسیر امنیت صلاح این مردم باشه مورد تأیید قرار میدیم، حمایت میکنیم و سفارش میکنیم به عزیزان نیروی انتظامی که مهر و محبت رو با قاطعیت درآمیزند. این هر دو بایستی با هم باشه. وقتی شیخ ابوالوحوشی مثل این یارو احمد خاتمی به یاد مهر و محبت میفته و عطوفتش عود میکنه، معنیش اینه که از ترس پلاتین چسبونده و فشار خونش بدجوری رفته بالا. توصیفش از بسیج رو ملاحظه کنید تا قضیه روشن‌تر بشه. بسیج یک فرهنگه. بسیج تنها یک نهاد نیست با 10 ویژگی. فرهنگ بسیجی فرهنگ مهر مقدسه. بله دیگه، زهر که از اثناعشر عظما رد بشه، اون وقت فرهنگ بسیجی میشه فرهنگ مهر مقدس. وقتی چپ و راست قطار از سوریه پاسدار بسیجی افقی بیارن، همین میشه دیگه. بسیجی برترین هست، برترین در همه عرصه های معنوی. در دانشگاه ما باید برترین ها بسیجی های ما باشند. در عرصه تعلیم و تربیت برترین های ما بسیجی های ما باشند. وقتی میگه باید باشند یعنی الان نیستن، یعنی بالمثلن، یعنی تو دانشگاه قاز میچرونن، یعنی یه مشت بیمغزن که با سهمیه و پارتی وارد دانشگاه شدن و کله پوکشون به موزلی برای نظام تبدیل شده. حالا همه اینا یه طرف، 3 ویژگی آخر یه طرف. ملاحظه کنید. فرهنگ بسیج فرهنگ بصیرت. دشمن را میشناسند، به موقع هم اقدام میکنند. 9 بسیجی ها از طعنه ها و نیش ها نمیرنجند، محکم. 10مین ویژگی بسیجی آن است که بسیجی ولایت مدار است. حجت شرعیش فقط ولایت است. بسیجی حزبی نیست، بسیجی جناحی نیست، بسیجی گروهی نیست. فقط میبیند ولایت کجا ایستاده، او همانجا می ایستد. بله، اینجا بود که تلمبه ولایت رو در آورد و شروع کرد به باد کردن بسیجی های پنچه. وقتی میگه بسیجی نمیرنجه، وقتی میگه جناحی نیست و ولایت مداره، معنیش اینه که شرشر بسیجی راه افتاده و پیچش حسابی شل شده.
واسه همینه که هی روزه مهر و محبت میخونه. العاقل یکفی الاشاره. از همین روزه خرچنگ ولایت میشه به وضع خراب نظام پی برد. آخه با یه چنین بسیج و یه چنین سپاه آشلاشی چه غلطی میخواد بکنه این؟ تا دیدار بعد، خداحافظ شما.